با سه‌شنبه‌های مهدوی در خدمتتون هستیم. خیلی از ماها یه وقتا یه پولایی داریم میخوایم تو راه خیر این رو خرج کنیم، ولی میگیم که خدایا الان کدوم مسیر بهتره، کجا هزینه کنم و از این حرفا. من یک دو تا روایت میخوام بخونم تا بدونیم کجا هزینه کنیم بیشتر خدا به ما توجه میکند. ببینید امام صادق میفرمایند درهم یوصل به الامام افضل من الف درهم فیما سواه من وجوه البر. یعنی 1 درهم در راه امام هزینه کردن اندازه 2 میلیون درهم انگار در راه دیگه هزینه کرده باشی. یه روایت دیگه اینجا نوشتم که خیلی جالبه، میگه هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از این نیست که یک مالی رو در راه امام هزینه کنی و خداوند به اندازه کوه احد به شما پاداش میده. اما نکته ای که در روایات ما اومده و مهمه اینه که تأکید مؤکد شده در روایات ما که بدونید خود امام به این پول نیاز نداره ها. این هزینه کردن در راه امام موجب تزکیه و پاک شدن خود مال شماست. پس رفقا ما اگه میخوایم کمک کنیم، اولا اون مال امام، اون خمسی که باید بدیم که واجبه باید بدیم، سال خمسی تعیین کنیم و خمس نصفش برای امام واجبه، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل امر معروف نهی از منکر واجب خداست خمس که متاسفانه خیلی توجه نمیکنن. ولی اگر غیر از خمس هم میخوایم انفاق کنیم، میخوایم به مجموعه مجازی شیخ فرهاد کمک کنیم، به نیت این کمک کنیم که شیخ فرهاد داره یه کاری رو انجام میده، یه باری از دوش امامش برداشته، من به این نیت کمک میکنم. اگر به همسرم هم کمک میکنم، اگر به یه فقیری هم کمک میکنم، از طرف امام کمک کنیم، زرنگ باشیم و در راه امام هزینه کنیم که این مقدار پاداش رو برای ما داشته باشه. یا علی التماس دعا.